الحمدلله وحده و الصلاة و السلام علی من لا نبی بعده. سلام و رحمت الله بر شما بینندگان عزیز. امروز من برای شما روزه‌دارا یک هدیه خوب دارم. رو حرفی که میزنم خوب توجه کنید که خیلی براتون مفید خواهد بود. برای من که مفید بوده. از ابن مسعود پرسیدن، یکی اومد پرسید، ابن مسعود که میشناسید، صحابی بزرگ عبدالله ابن مسعود، ابو عبدالرحمن. گفتن یا ابو عبدالرحمن بهترین عمل چیه؟ آقا پرسید. گفت علم. گفت من پرسیدم عمل، این که علم که یادگیریه، چیز دانشه. بهترین عمل چیه؟ گفت علم. علم بهترین عمله. دوباره پرسید، مثل که یعنی نفهمیده. گفت ببین مرد، علم داشته باشی عمل قلیلت فایده داره، علم نداشته باشی عمل جهل با جهل عمل زیادم بیفایده است. یعنی چون که جاهل ممکنه عملی بکنه که به درد نخوره. و با علم پس علم خیلی مهمه. حالا علم ما این است که ماه رمضان است، فرصت دیگه، ما کجا این بساط خود پهن کنیم تا از رحمت الله استفاده کنیم. خب باید ببینیم که علم باید داشته باشیم که کجا بیشتر رحمته. صحابه اومدن از پیغمبر پرسیدن، اتفاقا همین عبدالله بن مسعود از پیغمبر پرسید، در بخاری است که یا رسول الله کدوم عمل رو الله بیشتر دوست داره که من اونجا بساط خود پهن کنم، ماه رمضان خصوصا بهره ببرم. گفت که ابن مسعود بهترین عملی که الله دوست داره خوندن نماز در وقتشه. برای مسعود زیاد بالا نیامد. گفت یا رسول، یعنی اهمیت شاید نداشت که میخونده. گفت یا رسول الله بعد از این چی؟ فرمود نیکی به پدر مادر. گفت بعد از اون چی؟ گفت جهاد در راه خدا. خود پیامبر بدون که ازشون بپرسن یه روز گفت که به شما خبر ندم یه عملی که از جهادم بهتره، از صدقه‌ام بهتره، از اون که بری تو با دشمن روبرو بجنگی گردنت بزنه دشمن، از اونم بهتره، از بخشش طلا و نقره هم بهتره. گفتم یا رسول الله اون دیگه چه عملیه؟ فرمود که عرضم به حضور شما که ذکر خدا. خب خواست شما بگید الان که گفت بهترین عمل که نماز، اونجا میگه ذکره. خب ذکر و نماز چه فرقی میکنه؟ نماز سر تا پا ذکره، اول تا آخرش ذکره. پس بیام بچسبیم به همین نماز. هدیه‌ای که میخوام به شما بدم. ببینید انسان دو جور مشکلات داره. یه مشکلاتی که ناگهان نازل میشه. ممکنه شما یک مشکل زیادی داشته باشی، از بس که باهات بوده عادت کردی. مثال شما زندانی باشی، زندانی چقدر مصیبت بزرگی. اما برات مثلا یک غذای میارن، میوه مثلا میاره، یه روزی آقای رئیس زندانبان تصمیم بگیره که میوه رو قطع کنه، برات مثلا یک غذای نون خالی بده. تو زندان رو فراموش میکنی، اما غم جدید اعصاب تو رو خراب میکنه. پس ما دو جور مشکل داریم. یه مشکل دائمی داریم، یه مشکلی که امروز اومده. شما چطوری مشکلات حل کنید؟ ببینید نماز که پیامبر گفت در وقتش، این رو اینجوری فکر کنید که شما با الله جل جلاله دارید ملاقات میکنید. یعنی شما فکر کن که میخوای سر ساعت بری به ملاقات یک انسان خیلی مهم، بلا تشبیه طبعا دارم این عرض میکنم. خب این آدم خیلی مهمه، قدرت داره، پول داره، رحم داره، لطف داره. شما میری پیشش و درخواستتو مطرح میکنی. خودتو آماده کن به نماز. 5 بار نمازه، 2 تا تو بهش اضافه کن. چجوری؟ ضحی، چاشت، یکم نماز شب. یعنی تو 7 بار میری پیش خداوند جل جلاله، میگه که خدایا من این مشکلاتو دارم، اونایی که یادت میاد، خصوصا اون مشکل آخری که مثلا الان برات پیش اومده، برات یه اتفاقی پیش اومده، یک آدمی تو رو اذیت کرده، یه جا ضرر کردی، مشکلی با خانومت پیدا کردی، مریضی آمد. شما میگی که صبر کن وقت نماز به خدا مشکلم میگم که حل کن. خب بالا 2-3 ساعت مونده نمازه که به هم چرا اینقدر نماز زیاده. خب 3-4 ساعت مونده یا 2 ساعت مونده یا 5 ساعت مونده به نماز بعدی که وقتا ضحی و شبم بخونید، فاصله بین دو نماز 4 ساعت هم زیاد نمیشه حد اکثر. خب وقت نماز میری میگه خدایا من این مشکل دارم. مشکل از یادت نرفت یا حل نشد، در نماز بعدی هم میگی، در نماز بعدی هم میگی. هاشا که خداوند تو رو ول کنه. و هر نمازی شما بگو که آخر نماز بگو که خدایا وقت ملاقات بعدی بازم میام، اگر نداده باشی بازم ازت میخوام. این باور کنید که مشکلتون حل میشه. یک چیز دیگه هم هست که
انسان نعمتی که داره از دستش نره. اونم یک نعمت، اینم یک مشکلی. حالا دست داریم، حالا ما هرگز در این فکر نیستیم که دست از دست ما بره یا پا یا چشم، چون که بعیده دیگه. ولی این نعمتیه، ممکنه خدا از ما بگیره. حالا اینو نگیره، ممکنه کار بگیره، ممکنه سلامتی رو بگیره، ممکنه دوستی رو بگیره، ممکنه بالاخره نعمتایی که داریم از ما که گرفته بشه ما ناراحت میشیم. لذا در وقت هر نماز علاوه بر این که مشکل تعرضه میکنه، مشکلی که تازه است، مشکلی که داغش بر سر تو تازه است، به طور اذیت داره میکنه، علاوه بر اون شما از الله جل جلاله عافیه بخواه و این دعا رو همیشه بگو: اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. خدای من پناه میبرم به تو از اینکه نعمتت از دستم بره، و تحول عافیتک، اینکه عافیت تو یه دفعه برعکس بشه، آقا من حالا تو امنیت هستم، امنیت از من بگیری. و فجاعت نقمتک، این ناگهان تو به من انتقام از من بگیری، من ممکنه یک ظلمی کرده باشم، من پناه میبرم به تو از اینکه تو از من انتقام بگیری ناگهانی. و جمیع سخطک، و همه خشم تو من به تو پناه میبرم که از من دور نگهداری. پس این خیلی مهمه برای موفق شدن. ببینید پیامبر فرموده 7 نفر در رابطه با عرضی که من میکنم، 7 نفر میگه در سایه عرش الهی هستن. یکی کسی است که قلبش متعلق به مسجده. یعنی چی؟ یعنی همش میگه خب نماز بعدی که من برم پیش الله. بگین کار سختیه، ولی تو احتیاج داشته باشی میری دیگه. به کسی احتیاج داشته باشی 10 دفعه در خونش میری. کسی حالا مثلا خیری باشه به شما پول بده، که یقینت باشه که آقا این به من پول میده، همین الان بهت زنگ زد 1 ساعت بعد تو در خونش هستی. خب اینم الله دیگه، هم پول میده، هم سلامتی میده، هم عافیه میده، و هم حفظت میکنه، عزتت میده. لذا اگر اینو در ذهنت باز ملاقات رفتن، اینو در ذهنت نگه داری، ملاقات رفتن پیش الله برات آسون میشه. حالا یه نکته دیگه، پس باید شوق داشته باشی. دیگه فایدهش این است که تو شکایت پیش الله میبری، خالی میشی. چرا حضرت یعقوب میگفت که من شکایتمو پیش الله میبرم؟ بچه‌اش گفت من پیش الله شکایتمو میکنم، به شما کاری ندارم که. این مهمه که اینم یک فایدهشه. دیگه بعضی وقتا انسان، این هدیه‌ای که میخواستم به شما بگم تکمیلا نشده، گاهی وقتا انسان ممکنه بلرزه از مشکل اینقدر بزرگه. یه دفعه میبینی یه چیزی اومد، معمولا مشکلات تو ذهن آدمه دیگه، معمولا اینجوریه. مشکلی برات اومد، یک دفعه مثلا بهت خبر دادن که فلان جا تصادف شد، یا فلان جا زلزله شد، یا که بچه من نمرده باشه، نمیدونم فلان چیز نشده باشه. در این وقت تو چیکار میکنی؟ این وقت به خودت میگی ببین من تو بانکم پول زیاد دارم، من 7 بار در روز شب از خداوند کمک خواستم، چطور من عافیه خواستم، چطور ممکنه که برای من بلا بیاد؟ نیست، هم چیزی نیست. مطمئن هستی که این دعای گذشته ای تو برای تو کار کرده، ملاقات های گذشته ای تو با الله برات کار کرده. اما یه چیزی هم هست، خداوند میفرماد و اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اگه بندگان من از تو پرسیدن از من قریب هستم، اجیب دعوت داعی اذا دعان. دعوت که دعا کننده رو چی میکنم؟ دعا اجابت میکنم. فلیستجیبوا لی، اونا هم باید من اجابت کنن. حالا شما هم گاگای از خدا بشنو، خودت که به خداوند میفرمایی، میگی، عرض میکنی حاجت تو، از اون ور از الله هم کمک بخواه. یعنی از الله هم بشنو، قرآن باز کن، ببین الله چی از تو میخواد، اجابتش کن دیگه، اونم بکن. حرف آخر من این از داستانی است، از یکی شنیدم میگه در آلمان مهمانی بود و من میگه مهمانی داده بودم، یک پیرمردی بود و یک رفیق من بود. این رفیق من میگه خودکشی کرده بود، گردن خود زده بود و جاش مونده بود اما نجات پیدا کرده بود. میگه به اون وقتی که مجلس گرم کنم گفتم به اون پیرمرد آلمانی، گفتم که این خودش رو میخواست بکشه، نه میبینی اثرش هست. میگه خیلی ناراحت شد، گفت بیا پسر کنار من بشین. گفت که من بهت میگم، من میگه وقتی جنگ جهانی دوم در برلین، میگه همه کشور من دست دشمن بود، همه جا خراب بود، من جوان بودم، گفتم نشستم گفتم یا خدایا کمکم کن، یا الله کمکم کن، یا الله من رو مشکلات من حل کن. میگه الله حل کرد. میگه اون یک حرفی زده بود، گفت این حرف من خیلی جالب بود. میگه به اون جوان گفت که خودکشی کرده بود حالا خوب شده بود، گفت ببین تو فکر میکنی که الله فقط تو آسمونه؟ نه بابا، الان بین من و تو هست، جلوی ما هست، مشکل تو به الله عرضه کن. تعجب کردم از اینکه یک نفر که مسلمان هم نیست تا این حد متوجه هست که الله
کمک کننده است و مسلمان میره سر قبر، خدا رحم کنه. خب پس ما بهترش میگیم، ما میگیم که 7 بار خدا به تو بار عام میده، بار عام. پادشاه آسمان ها و زمین میگه بیا جلوی من وایسا و بگو چی میخوای. در سجده دعا قبول میشه. 2 رکعت نماز نفل خون در سجده به زبان خودت بگو هر چی میگی. در تشهد دعا قبول میشه. بعد از نماز دست بلند کنی دعا قبول میشه. خداوند خجالت میکشه دست بلند رو برگردونه. پس دیگه مشکل چیه؟ هر مشکلی در زندگی حل میشه. ولکن مشکلات جدید میاد، چون خداوند ما رو اینجوری خلق کرده. مثل یک بازیه، دنیا لعب و لعب دیگه. با مشکلات جدیدم تو همون کاری رو بکن که با مشکلات دیروز انجام دادی، تا حتی یأتیک الیقین، تا یقین بیاد و مرگ بیاد. ولکن مشکلات حل میشه. تو پیروز هستی، نه اینکه مشکل تو رو باعث بشه که تو خودکشی کنی یا زانوی غم بغل کنی. زیاد صحبت کردیم، وقت افطاره، حتما شما هم خسته شدید. امیدوارم که خداوند روزهای شما را قبول کنه. امیدوارم که خداوند به شما حکمت بده، به من حکمت بده که بهترین خیره. هر کس که حکمت داره خیر کثیر داره. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. خدایا اگر این دعا از دل نکردیم، تو این رو از دل قبول کن، از ما قبول کن و به ما در دنیا حسنه بده و در آخرت حسنه بده. بینندگان عزیز، خداوند حافظ و ناصر همه شما.